و صد تا سلام به خدمت شما دوستای نازنین کانال زیبایی های افغانستان. نگاه کنیم به زیبایی های افغانستان. اینجا اورسوالی اوبیه کوی دویندر، جایی که سیچ و ربشک مردم از اینجا میبرم به شهر هرات به اورسوالی ها توزیع میکنم میفروشم. یک آبشار بسیار بزرگی دوستای نازنین، یک آبشار دیدنی که مردم اینجا به میله میایم از اورسوالی ها، از شهر، از اورسوالی اوبه اینجا فقط روزا جمعه، روزا پنجشنبه خاص به دیدن از این آبشار میایم. یک ذره سردستی آبشار، بیایم نگاه کنی که زیبایی داره یا نداره. همونطور که با شما گفتم زیبایی افغانستان واقعیت هم هست. همراه ما باشید. بازم سلام و صد تا سلام به خدمت شما دوستا. در کنار برادری هستیم که زحمت میکشم به می کو چپونی میکنم. از اینا اول نام اینا پرسان میکنیم، بعد از اینا پرسان میکنیم که چند دونه گوسفند به خدمت از اینا است. مونده نباشیم لالا. سلامت بشین. اول شما خوبه؟ شکر الحمدلله. به شما که معلومه که اینجا فش اوه کمک بلندتر صحبت کنی. با اسم خور بگیم. یاقوت. خب چپونیم. بله. خب چند دونه گوسفند داریم؟ تقریبا 600 700 هست. نام خدا 600 700 تا. همین که ما شنیدیم میگم به می کوه گرگ هم هسته. چیکار میکنی؟ گرگ دیگه هست او تو بیجنیه. اشته از مالا و از خود کو حفاظت میکنی. دیگه می تو ما هوش خور میکنیم دیگه اونو. خب حیوان هم دارین که سگ داریم اونو. خب چند تایه؟ 2 تا. خب ایتا روزی شده باشه که گرگ برای شما سر خورده باشه؟ بسیار سر خورده. گوسفندار خفه کرده؟ خفه بکرده برسیم مثلا اون رو خفه کرده. خب بسیار خوب. لالا چند گپ بزنی که همین حقوق سالونه شما نه یا ماونه؟ نه سالونه ما حساب کو 10 شریک می مالا. خب 10. بله. 10 گوسفند یک شما نه؟ نه گرچه بزرگی از 10 خلمه اینا یک. خب اگر نه زیدی چینیه؟ هیچی ها. فکر کنیم شما مثال میگم امسال اصلا گوسفندای چی نزید چه کار میشه؟ هیچ دیگه نونی که میدم اون دیگه خرجش ماش نمیدم. نه دیگه. خب اموک ز فکر نمی کنم صاحب می گوسفندا که وقت شما مثال میگم نشد گوسفند چیزی نشد بعد برای شما پول بدن کلاه خود پیش خود قضی کنم؟ نه نمیکنم میگم دیگه چانسی شما دل قماری. چند سال چپونی؟ تقریبا 20 سال میشه. 20 سال؟ بله. بیت سال بو شده باشه که به فیض نرسیده باشیم؟ نه چه بو شده؟ ندادم هیچی؟ ندادم. خب گاهی وقتی به می جای که همه اکسیژن میگیرم اینجا طبیعت خوبیه هیچ شده باشه که به دنبال رمه یک خوندنی هم بکنیم؟ نه خوندن بلد نیم. کوی یک خوندنی بری؟ بلد نیم بو. حقیقت بلد نیم. برین چاشت خود شما. سلامت. بخیر باش.
عزیز، بیننده های عزیز، بازم جا شما سبز باشه. همین جا آمدیم به خدمت شما امروز هستیم. بسیار جای دیدنیه. در کنار اجیماماییم. اینا از این آبشار برای شما توضیح میدم که این سال به 12 ماه او جریان داره یا تنها به تموز یا به زمستان. مونده نباشین. سلامت باشین. اول شما خوبه؟ قربان شما. زنده باشین. سلامت باشین. اوبزی هم خیال ما کردیم. بله ها. خب همین آبشار رو بگیم. این اشاره 24 ساعت او داره. سال 12 ماه. خب به زمستان بیشتر میشه یا به تموز؟ به زمستون بیشتر او داره. به خاطر که بارش میباره. به واسه باران. بله ها. خب بالی از اینم کسی برفته معلوم است که بله. خوب میایه یا این از اکو میه. الله سنگا. بله ها، الله سنگا میه. چشمه نمیته میه. خب یا سر از این چشمه یا دوم بعد این چشمه معلوم نیه دیگه. نه دیگه معلوم نیه. بسیار خوب. خیلی جا تاریخیه کاکا، خیلی بله. جا دیدنیه، واقعیت هم. شما همیشه میاییم اینجا؟ بله ها. خب مردم دیگه از کجا به اینجا میایه؟ از شهر میایم، از دیا میایم به تفریح. خب از ولایت ها میایم؟ نه شهر میایم. از دیا. بله از دیا خب میایم. بسیار خوب. یک چیز دیگه کاکا، چرا اینجا خنوکه؟ به خاطر واسه ایزی که اوه باده. بله بالا میرزه پیش آبشاره. به مو خاطری؟ بله با اون خاطر خنوکه. بسیار خوب. دوستای نازنین، ما از داخل خود منطقه از موتر که پایی شدیم، تقریبا از ساعت هم بالا میشه که ما 1 ساعت خورده و می کوی اکسره میاییم تا برسیدیم، موفق شدیم به قسمت آبشار. خب خوشحال شدیم کاکا که وقت خود اختیار ما گذاشتیم. بسیار تشکر از شما، لطف کردیم. گوش کنیم مریض نشین. بیننده های عزیز کانال زیبایی های افغانستان، باور کنید که به کل دیگه مونده شدم. دوستا برادرای آستاسته میرم. من گفتم باشه داخل می طبیعت یک 4 بیتی به خدمت شما تقدیم کنم. اینا چی بگم، بوتایی که شما مشاهده میکنیم اینا خاره منتها به شکل توت، همین تا میوای داره، خیلی تروشمزه، خوب سرخ هم شده. جا شما بسیار خالیه، جا شما بسیار سبزه. انشاءالله کوشش میکنیم که به کانال زیبایی های افغانستان همین تا فضا و همین تا طبیعت برای شما به تصویر بکشیم. شما دوستایی که از کوی دوینداریم به خارج رفتیم، 10 ساله 20 ساله این مکان مشاهده نکردیم، لذت ببریم، یک خاطره تازه کنیم. آی دلم بم لندن و مسکو نمیشه، ها دل آرامی به پریس و سوئس یک جو نمیشه. ای جان محبوب، آی تمام شهرهای دنیا بگردیم، الله نما شمایی کو دویندار نمیشه. ای داد و بیداد خدا غمای دون یارا به من داد. آی هرا جان نام تور
بالا ببینم ها دلارم ای تو را زیباتر از دنیا ببینم ای جان محبوب ای آی به هر گوشه بشانم مناله آخی تو را سرسبز و هم زیبا ببینم ای هوا که شرشر میکنه میشا که بربر میکنه دل یاد دلبر میکنه وگذار بنالم سبزمی تا کی بنالم سبزمی عزیز بادم جا شما ثبت باشه جوانایی که میبینین برادرها اینا بیامدم اینجا فقط تنها به اوبزی امروز که واقعا لذت بردیم ما که واقعا کیف کردیم ما خدا کیف کردیم ما خیلی دیر نیومدیم اینجا نام خدا بسیار خوب خب به اوبزی آمدیم بله آمدیم به اوبزی چرا خودی لباسا خو میندازین هوا گرمه برو دیگه خب یک ذره پیاده میاییم بدن شما عرق میکنه اگر اینجا بندازیم مریض نمیشه نه برو ما مخته چند ساعت اینجی تقریبا یک ساعت میشه بیام یک ساعت پیاده آمده بله پیاده چرا همین تو جا قشنگ زیباییه چرا همین مردم منطقه یا همین قشلاقایی که به می آبشار نزدیکم چرا یک رای جور نمیکنن برای وسیله خدا اگر راست موزیکا هست اینجا اتفاق نداره برو اگر نیکی راست یاد کرده راست چند وقت ما تیار کردیم تا این کوین میام پس این گوسفندا اینا که بیان پس را پوشو فکر کنم شما سکیلا خود یک 10 کیلومتر پینتر بله خیلی نمیشه نه دیگه ان شاء الله واقعا نشه بنا به خدا شما چند لذت بردین برادر خیلی لذت بردیم خود لباسا خیلی بازی بله ها خب پولا و گوشی خود میدادن دست ما کوش میکردن پینتر وقت داشتیم اونا دست برو خب لالا به شما معلوم است که چرا کو دویندر میگم نه به خدا معلوم نیست نوم یا که دویندر چند وقت سیچ و رواج داره بله همین نوروز دیگه شروع میشه یک ماه یک ماه سیچ و رواج داره خب خود شما به رواج کنده و زیک بابی آمدید به چکار گو وقت میره میکنیم بله نامدین کول کرده نه نامدیم آه کاجین یه ببرید نمیشه ما دیگه میشه خب میبرم اینجا میبرم دیگه خب پیاده آماده نمیشه نه خیلی خار میبرم بسیار خوب خوشحال شدیم برا تشکر از شما دوستای نازنین بسیار جا شما خیلی باشه واقعا جای زیباییه یعنی ما خیلی ولایت افغانستان رفتیم با مثل اینجا ایت جا قشنگ زیبایی یعنی 10 سالن که به اینجا زندگی کنیم باور کنیم اگه خسته باشیم مریض نمیشیم دیگه طبیعتیه همراه ما باشه
خوش آمدیم. به به، زنده باد کوی دویندر. حیفی که ما به وقتی نمادیم، وقتی که سیچه، وقتی که رباش که پرورده اینجا. انمی برادر که کنار ما میبینیم میگم اینا رئیس رباشگاه، رئیس همین چیزایی هم. چیه سیچا؟ سیچا ولی مونده نباشیم برا. سلامت بشین. گپ بزنیم برا ما با ماه یا با هفته چند روز به اینجا میاییم؟ اینجا دیگه تو به هفته یک روز ماه یک روز میتونه میایم به چکار میایم تفریح میایم بس میایم. واقعا جای زیبایی. بله خدای جای تایی. واقعا جای زیباییه. بله. او هم که اینا داخل سنگ میه که فقط او معدنیه. بله آدم که خود کو از چشمه ها میایم. اونجا چیز زد گرم بود، اینجا با چیز زد یخ شد. هر چی بالاتر میری چشمه ها به چشمه ها وصل میشه، نزدیک میشه او سبز میشه. از چشمه ها بدر میشه ولی سر از این او طال کسی پیدا نکرده. چرا با این تو چشمه هست تو میره با آخری میرسه به نام خب فعلا حال داخل سنگا میآیه. ولی آخه میره به مالمنچه میره به نام مالمنچه خواجه‌بانو اونجا میره ولی با آخر اونجا کسی اینجا بدر میشه ولی خیلی زیبایه، واقعا جای زیبایه، جای دیدنیه. تشکر لالا. زنده باشی. او بسی هم میکنی؟ ولی آمیدم 10 دقیقه پیش بسی کرد. خدا لباسا کن. ولی لباسا خود تر میکنی که بعد دیگه بریم دل شما یخ کنه. ولی برای بدن شما یخ باشه ولی قربان شما خوشحال شدیم، بسیار تشکر از شما. سلامت باشید. بیننده‌های عزیز، بازم سلام به خدمت شما داریم. در کنار یک جوانی هستیم که اینا اول خود معرفی میکنن، دیوم از این به شما یک چوربیتی هم تقدیم میکنم. مونده نباشیم لالا. سلامت باشین. اول خوبه؟ الحمدلله. سلامت باشین. اسم شریف خود بگید. نقیب الله. خب نقیب الله جان، از این منطقه این برا بله از این منطقه. چه کار میکنی؟ مال داریم. خب چند تا گاو گوسفند داری؟ گاو کوی چی نداریم، گوسفند 50 تا داریم. الهی شکر، الهی شکر. خب شما می برادرها گفتم بسیار چوربیتی ها مقبولی میخونیم، یکی برای بیننده ما مقبول کو زیاد نه دیگه، چیزی که شما میگین بازم نه خوبه، برابره. اول کام همین جمعیت یک چکچکی به افتخار نوبره. آی دلی من معصومای گو ندارم، الله به جای عاشقم کی رو ندارم، داد و بیداد. به قربانی شوم یاری همیشه، دلم از پیش تو کنده نمیشه، داد و بیداد. های از او برجی بلند شی و شوی گل، الله درختی سبز پر میوه شوی گل، داد و بیداد. های دعایی بد نمی کنه جیبانی، به 14 سالگی بیوه شوی گل. ای یاری جانی به دنبال ور نمی گرده جیبانی. آفرین، باز هم یک چکچک به افتخار ما. آفرین آفرین. خب دوستای نازنین، برنامه به پایان رسید. ناگزیریم با شما خداحافظی کنیم.
خدا کنه که امروز از این مکان لذت برده باشیم. از کوی دویندر دیدیم صحبت‌ها برادرها جوانان که واقعا جای زیبایی، اینجا انجیر زیاده، یک رقم میوه هست که نمیفهم که نام از اینا را بگفتم به یاد منیه، بسیار به شکل توته، جای زیبای دیدنی بود که به تصویر کشیدیم. از شما خواهشمندیم همیشه همراه ما باشیم، کانال زیبایی های افغانستان لایک کنیم، شیر کنیم، سابسکرایب کنیم که همیشه بیایم به مثل جاها، خیلی جای دور افتادی از شهر هرات ما و شما. بازم ما به خاطر خاص به خاطر شما دوستا آمادیم، پس ما رو تنها نگذاریم، ما رو حمایت کنیم، به حمایت شما نیاز داریم. بخیر باشیم تا فردا شب کجا جای دیدنی رو به تصویر بکشیم. شما رو به الله پاک نازنین میسپاریم.